به نام خدا. سلام بچه خوشگلم. من امروز در خدمتتون هستم تا با چند تا تکه کاغذ یک کاردستی خوشگل به شما هدیه کنم. اول از همه کاغذ برش میدیم. تقریبا نواره کاغذی به عرض 1 سانت در 15 الی 20 سانت. شما میتونید اینا رو تهیه کنید. ما 4 تا از این نوارای کاغذی احتیاج داریم. برای شروع میید وسط کاغذها رو پیدا میکنید و چسب میزنید. چسبتون اگه چسب حرارتی باشه خیلی بهتره. من اینجا از چسب رازی استفاده میکنم. کاغذ بعدیمو میذارم، نگه میدارم تا کامل بچسبه. نوار کاغذی بعدی هم به این شکل حالت ضربدر خیلی مرتب میذارید تا بچسبه. و در آخر نوار کاغذی آخری هم به این شکل میذارید. ببینید بچه ها به این شکل باید باشه. دستتون رو نگه میدارین که قشنگ بچسبه. بعد از این کار سر کاغذها رو میچسبونیم. هر کاغذ باید کاغذ روبروی خودش رو بهش بچسبونید به این شکل. نگه میدارین تا بچسبه. روی نوار بعدی هم چسب میزنید و کاغذ بعدی رو میچسبونید. باز دوباره چسب میزنید به این شکل. بعدی رو چسب میزنید. باز دوباره کاغذ بعدی. چسب میزنید به این شکل. تقریبا شبیه یک گوی در میاد. یک گوی کاغذی خوشگل. ما برای اینکه فیکس بشه دستمون رو فشار میدیم کاغذها که کامل بچسبه. حالا من اومدم برای شما یه تکه کاغذ رو برش دادم حالت دایره. شما میتونین کار انجام بدین. اینو به این شکل برای تمیزی کارتون میتونید روی کاغذها نگه دارید. حالا من تا این کاغذها به هم میچسبه میام سرشو بهتون میگم. سر خرگوشمون رو میخوام بهتون بگم که کاردستی امروزمون یه خرگوش خوشگله به این شکل. شما برای گوشش میای یه نوار کاغذی باز به عرض 1 سانت در تقریبا 6 الی 7 سانت برش میدید و اینا تا میزنید به این شکل. از وسط تا میزنید و ما اینو میذاریم کنار که بچسبه. با قیچی به این شکل در میاریم. از قسمتی که تا شده شما برش میزنید حالت تقریبا مثلثی شکل. این طرف هم به این شکل. برای داخل گوشش هم میتونید از هر رنگی که دوست داشتین به سلیقه خودتون انتخاب کنید و بچسبونید به این شکل. ببینید بچه های عزیزم تقریبا این شکلی شد. اینو تا میزنید. از داخل چسب میزنید. و روی سر خرگوشمون میچسبونیم. گوش بعدیش هم به همین شکل.
ببینید بچه ها، ما اینو میذاریم کنار تا بچسبه. و برای چشمش، من چشمشو برای شما آماده برش زدم. شما به این شکل میتونید 2 تا نیم دایره و داخلشو سیاه کنید. و به صورت خرگوشتون بچسبونید. من براتون تو صورت خرگوشمون بینی و دهنشو کشیدم. ببینید بچه ها، خب بچه های خوشگلم، سر و بدن خرگوشمون آماده است، میمونه فقط پاهاش. ما برای اینکه سرش به بدنش بچسبونیم انتهای پایین سرش، یعنی پایین دندونش تقریبا، اونو به طرف بیرون تا میزنیم و با چسب به بدن خرگوشمون میچسبونیم به این شکل. بهش فرصت میدیم تا کامل بچسبه. برای پاهاشم شما میتونید قسمت بیرونی پاشو چسب بزنید و به بدن خرگوشمون بچسبونید. خرگوش که بدون پا نمیشه که. اینم از خرگوش شیطون ما. امیدوارم از این کار دستی لذت کافی رو برده باشین و درست کنید و با دوستاتون با هم دیگه بازی کنین. خدا نگهدار.